با سلام و درود. امروز میخوایم این نمودار زیبا رو با هم دیگه طراحی کنیم که یه دونه آیکون اون وسط داره. با توجه به محدوده‌ای که درصد ما توش قرار میگیره آیکون هم تغییر میکنه. اگه از این قبیل ویدیوها خوشت میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، لایک و زنگوله و کامنت هم یادت نره. با ما همراه باشید. من یه درصد پیشرفت اینجا دارم و 5 تا محدوده که مسلما این 5 محدوده بنا به سلیقه و نیاز ما تعریف میشه و اینکه هر کدوم چه درصدهایی رو قرار به خودشون اختصاص بدن هم دقیقاً بستگی به نیاز و خواسته ما داره. قبلا در مورد نمودارهای پای، نمودارهای اسپیدومیتر، نمودار دونات مفصل صحبت کردیم. یه فیلم قبلا گذاشتیم توی کانال که انواع اقسام این نمودارها رو به شکل‌های مختلف طراحی کردیم. در طی این فیلم لینکشو میذارم این بالا، اگر ندید ببینید، خالی از لطف نیست. روی یکی از سلول‌های سفید رنگ اکسل هم کلیک میکنم، تب اینسرت، یک نمودار دونات رو ترسیم میکنم، خالی، پاک عین دل مومنت، پاک. توی تب چارت دیزاین سلکت دیتا رو میزنم، پنجره که باز میشه اد. دوست داشتید یه اسم براش تعریف کنید، اسمی هم تعریف نکردید مهم نیست. 5 قسمت مساوی میخوایم تقسیمش کنیم، 5 تا 1 میذارم یعنی و با کاما جداشون میکنم. 5 تا 1 گذاشتم با کاما جدا کردم. قرار نیمه بالایی نمودار رو فقط ببینیم و نیمه پایینی رو قرار نیست ما ببینیم. خب یه کاما میذارم و 5 مینویسم. این 5 که نوشتم بابت نیمه پایینی نموداره که قرار نیست ما ببینیم. باز تاکید میکنم بنا به سلیقه خودتون میتونید با این عددا بازی کنید. اوکی رو میزنم و اوکی. مثبت رو باز میکنم، چارت تایتل رو برمیدارم، لجندم برمیدارم، لازمش ندارم، یک مقداری نو من کوچیکش میکنم. توی تب فرمت میرم و شیپ فیل خود نمودار نو فیل و شیپ آوتلاین نمودار هم نو اوتلاین. روی که این سلولا کلیک میکنم، تو تب ویو هم تیک گرید لاین رو برمیدارم تا خطای سلولام رو هم دیگه نبینم. روی قسمت های رنگی دابل کلیک میکنم، توی پنجره که این بغل باز میشه انگل آف فرست اسلایسش رو میکنم 270 درجه تا این قسمت سبز رنگ کامل بره پایین. سایز دونات هم دیگه بنا به سلیقه خودتون 35-40 قرار میدیم تا این دونات ما توپل مپل بشه. نمودارمو که انتخاب کردم توی تب فرمت قسمت شیپ آوتلاینش میام و قطر خطاشو زیاد میکنم، شیپ آوتلاین رو باز میکنم، رنگ خطا رو هم سفید قرار میدم تا به این شکل در بیاد. یه مقدار نمودارم رو بزرگترش کنم. قسمت سبز رنگ پایین رو روش کلیک میکنم، یه بار دیگه کلیک میکنم تا فقط قسمت سبز رنگ پایین انتخاب بشه. از تب فرمت شیپ فیلش رو میکنم نو فیل تا نبینمش و میام دونه دونه این 5 قسمت رنگی رو بهش رنگ میدم، از قرمز به سبز. اولی رو انتخاب میکنم، 2 بار روش کلیک میکنم تا مطمئن شم اولی انتخاب شده، شیپ فیل و قرمز پررنگ. باز شیپ فیل رو باز میکنم، توی قسمت گریدینت و این گزینه رو انتخاب میکنم، تیکه دوم انتخاب میشه، شیپ فیل رنگ قرمز. باز شیپ فیل رو باز میکنم، گریدینت و این بار این گزینه رو انتخاب میکنم. قسمت سوم شیپ فیل به رنگ نارنجی در میاد، شیپ فیل باز میشه، گریدینت این گزینه. چهارمین گزینه رو انتخاب میکنم، شیپ فیل رنگ سبز کمرنگ، گریدینتش رو هم به این صورت و آخرین گزینه رنگ سبز پررنگ و گریدینتش به این صورت تا یه سایه‌ای هم برای من بنداز و کار رو قشنگ‌تر کنه. ما نمودار پس زمینمون رو ساختیم. همه نمودارهای زیبا و جذاب اگر کانال ما رو دنبال کرده باشید میدونید که از ترکیب چند تا نمودار تشکیل شده. این نمودارم عین هموناست، از همین قانون داره پیروی میکنه. برای ساخت نمودار ما یه دونه درصد پیشرفت داریم که اینجا داریمش که همونطور که میبینید از تابع رند بیتوین من استفاده کردم. بین 0 تا 100 داره رندوم هی به عدد میده. اجازه بدید که من بیام و
این محاسبات این رو غیر فعالش کنم توی تب فرمولا، کلکولیشن آپشن رو میکنم منوال تا این عددش عوض نشه. فعلا یه دونه عقربه من دارم، یه دونه هم مابقی. قطر عقربه رو فعلا 10% میگیرم تا بتونم قشنگ گوش عقربه رو بگیرم، بعدا میکنمش 1%. یه دونه مابقی 200% یا 2 منهای این دوتا. چرا 200%؟ چون دوتا 100% داریم، یه 100% بالا رو داریم که قرار عقربه من توش حرکت کنه، یه 100% هم این پایینه که ما مخفیش کردیم. روی نمودارم کلیک میکنم، راست کلیک و سلکت دیتا رو میزنم، یا از تب چارت دیزاین هم میتونم سلکت دیتا رو انتخاب کنم. اد یه اسمی هم میتونم بهش بدم، اسمم ندادیم زیاد اهمیتی نداره، البته بهتره که اسامی مرتبط رو انتخاب کنیم. سریز ولیوز رو پاک میکنم و این محدوده رو بهش میدم و اوکی و اوکی. روی قسمت های رنگی نمودارم راست کلیک میکنم، چنج سرچ چارت تایپ. سریز 2 که در واقع عقربه من هست رو باز میکنم و نمودار پای رو بهش اختصاص میدم و اوکی. و روی قسمت های رنگی دابل کلیک میکنیم، میایم اینور توی قسمت فرمت دیتا سریز و انگل آف فرست اسلایسش رو اینجا من میکنم 270 درجه تا دقیقاً مطابق با نمودار پس زمینه من حرکت کنه. این قسمت توسی رنگ نموداریه که من قرار نیست ببینمش، روش دوبار کلیک میکنم و تب فرمت شیپ فیلش میشه نو فیل، شیپ آوتلاینش هم نو اوتلاین. این قسمت آبی رنگم باز قرار نیست من ببینمش، شیپ فیل نو فیل، شیپ اوتلاین نو اوتلاین. این الان نارنجی عقربه منه، انتخابش میکنم، شیپ فیلش رو میکنم به رنگ مشکی، شیپ اوتلاینش رو هم باز به رنگ مشکی میکنم. حالا درصد عقربه رو میتونم بکنم 1%. چرا الان هیچ تأثیری نداشت؟ چون که من محاسباتمو منوال کردم. این ها رو هم دیگه نیازی ندارم، میتونم بکنمشون به رنگ سفید یا به روش های مختلفی که توی فیلم های متفاوت گفتیم میتونیم این دیتا رو ما مخفیش کنیم. اجازه بدید من محاسبات رو برگردانم به حالت اولیه. تب فرمولا کلکولیشن آپشن اتوماتیک، میبینید که عقربه من باریک شده. نمودار ما یه قابی داشت، اون قابه رو میخوایم طراحی کنیم. اگر که یادتون باشه برگردم، این قابه که خوب متوسط بد زشت اینا رو توش داشت، برمیگردیم. خب از تب اینسرت و من توی قسمت شیپ ها بیسیک شیپس و این گزینه رو انتخاب میکنم و ترسیمش میکنم. یه خورده بعد تنظیماتش رو فقط دوستان انجام بدید. قاب نمودار هم ساخته شد، روش کلیک میکنم، از تب شیپ فرمت شیپ فیلش میشه مشکی، شیپ اوتلاینش رو هم حالا به رنگ مشکی در میاد، دوست داشتید نو اوتلاینش کنید. و توی افکت ها پرست یه دونه از این گزینه‌ها رو میتونید انتخاب کنید تا یه حالت 3 بعدی هم به خودش بگیره و فقط کافیه که بیام اینجا خوب بدزش رو بنویسم. اینا تکست باکس خیلی ساده است دیگه. من برای اینکه وقت گرفته نشه همین ها رو انتخاب میکنم و کپی پیست میکنم اونور، کنترل C، اینور کنترل V و جایگزینشون میکنم. به این صورت تکست باکس هم که میدونیم چجوری باید بیاریم دیگه. تب اینسرت اینجا من تکست و تکست باکس رو ترسیم کردم و با این فلشی که این بالاست اینجوری میچرخونیمش و شیپ فیل و شیپ آوتلاینش هم نو فیل و نو اوتلاین کردم از تب شیپ فرمت تا رنگ پس زمینش بره. فونت و مونت و اینا هم که تب هم میتونیم فونت و اینا اون رو انتخاب کنیم. من یکی از اینا رو انتخاب میکنم، نمودار یا شکل پس زمینه، کنترل A رو میزنم تا هر آنچه که در تصویر هست رو برای من انتخاب کنه از اشکال. روشون راست کلیک میکنم و با همدیگه گروهشون میکنم تا بتونم همزمان اینها رو من جابجا کنم. حالا نوبت این میرسه که من برای هر کدوم از این طبقه یه آیکونی تعریف کنم و اون آیکونه رو بندازم وسط نمودارم تا با تغییر این درصدا اون آیکون وسطی هم برای من عوض بشه. چجوری برای هر کدوم از این طبقه من آیکون مخصوص خودشون رو تعریف کنم؟ خیلی ساده است. کلید ویندوز و نقطه روی
کیبورد هم میزنم، میبینید که پنجره آیکون های من باز میشه و بنا به سلیقه خودتون میتونید آیکون مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. به همین راحتی برای مابقی هم من همین کار رو میکنم و آیکون مورد نظر خودم رو اضافه میکنم. آیکون ها رو اضافه کردم. چه جوری آیکون رو بندازیم اینجا؟ اول باید مشخص بشه این درصدی که اینجاست کدوم یکی از این آیکون ها رو به خودش اختصاص میده. پس میام روی این سلول بغلی از تابع ویلوکاپ یا ایکس لوکاپ استفاده میکنم. هر دو تا تابع رو مفصلا گفتگو کردیم، لینکاش این بالا هست، توی توضیحات همین فیلمم لینک های فیلمشون میذارم، حتما ببینید. من تابع ویلوکاپ چون بیشتر را دست دوستان و بیشتر کار کردن از همون استفاده میکنم، ویلوکاپ میزنم. ویلوک بیا دیگه اومد، میگه بر اساس چه چیزی؟ میگم بر اساس این درصده. کاما میگه یه جدول رو من معرفی کن که این درصده ستون اولش باشه. من این جدول رو انتخابش میکنم. کاما ستون چندم این جدول آیکون های مورد نظر من هست؟ ستون سومش عدد 3. و کاما میگه آیا دقیق بگردم یا حدودی؟ میگم نه خیر، ترو. برخلاف 99% موارد که ما گزینه فالس یا عدد 0 رو توی آرگومان آخر تابع ویلوکاپ میزنیم، این بار عدد 1 یا واژه ترو رو تایپ میکنیم و اینتر تا اون آیکون مورد نظر من رو وردار و بیاد. حالا چجوری بندازیم وسط؟ خیلی ساده، تب اینسرت یه تکست باکس اضافه میکنم. بالای این تکست باکس توی قسمت فرمول بار می‌نویسم مساوی اون چیزی که توی این سلول هست و اینتر، و این رو من وسط چین میکنم. یک مقدار هم تکست باکس همو بزرگتر میکنم، سایز فونت تکست باکس همو مقدار هم بزرگترش میکنم و تکست باکس رو انتخاب میکنم. تب شیپ فرمت، شیپ فیل، نو فیل، شیپ آوتلاین، نو اوتلاین، ورش میدارم میذارمش این وسط. کلید کنترل نگه میدارم، نمودارم رو هم انتخاب میکنم از تب شیپ فرمت، الاین سنتر، الاین میدل، تا دقیقا توی مرکز قرار بگیره. و الان اگر درصد رو من تغییر بدم میبینید که داره آیکون و مرکزی هم با من عوض میشه. این دیتا های این وسط رو هم یا میتونیم هیدن کنیم یا رنگشون رو سفید کنیم و اینم رنگشو من سفید میکنم که کسی نبینه. نمودار ما تمام شد. به همین راحتی و زیبایی نمودار متفاوت ساختیم. با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان، با ویدیوهای بعدی در خدمتتون هستم.